دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نماز او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دمیهی مثل که خونی او را تو ریزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا